رویدادهای تاریخی محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر، چه برسد به تاریخ باستان. تفسیرها و روایت‌های گوناگون و متفاوت و گاه حتی متضادی از هر پدیده و رویداد تاریخی میتوان سراغ گرفت. به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ آن را با عینک ایدئولوژیک خاصی می‌بینند و از آن نتایج سیاسی معینی در می‌آورند. یکی از این موارد مربوط به دوران باستان درباره کوروش، پادشاه سردودمان هخامنشی است و فتح بابل و استوانه کوروش. در پی گردهمایی هزاران نفری امسال در پاسارگارد بحث و بگومگوهای فراوانی ویژه در شبکه‌های اجتماعی درباره استوانه کوروش در گرفت. برخی از این استوانه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردند و برخی دیگر ماهیت حقوق بشری آن را زیر سوال بردند و از دستکاری و تقلب در متن گفتند. برای روشنگری حقیقت نهفته در این استوانه و متن بازخوانی از زبان اکدی چیست که هر کس بر میل خود آن را می‌خواند و تفسیر می‌کند؟ در این زمینه با هایده ترابی، پژوهشگر تاریخ و زبان‌های باستان گفتگو می‌کنیم. خانم ترابی، درود بر شما. سلام بر شما. سلام می‌کنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و خوشحالم که با شما در گفتگو هستم. متشکرم. خانم ترابی، از اینجا آغاز کنم که به هر حال این مجادله بر سر این استوانه زیاد هست و روایت‌های هم بسیار مختلف. این استوانه به زبان اکدی است. از زبان اکدی کاملا رمزگشایی شده؟ بله، تا حد بسیار زیادی زبان اکدی شناخته شده و ساختار زبانی اکدی شناخته شده و دربارش نوشته شده و الان به عنوان یکی از زبانهای مورد که بسیار در موردش تحقیق شده تدریس میشه و دانشجوهای زیادی هستن که در حال یادگیری این زبان هستن. در واقع زبان اکدی از اونجا که بسیار مستند هست و الواح و نوشته های بسیاری به این زبان به دست اومده و حفظ شده، یکی از مهمترین زبانهای باستانی مرده است که شناخته شده و الان در واقع پایه پژوهش‌های تاریخی که مربوط به قرون قبل از میلاد میشه قرار داره. شما خودتون این زبان رو یاد گرفتین؟ بله، من از سال 2011-2012 شروع کردم به یادگیری زبان اکدی و تا کنون دارم اونو ادامه میدم و در دانشگاه‌های شیکاگو، گوتینگن و ماربورگ دارم در واقع در مورد این زبان کار میکنم. روایت‌های مختلفی درباره استوانه کوروش هست. همونطور که در مقدمه من گفتم، شما این بحث‌ها رو دنبال کردید. نگاه شما چطوره؟ یعنی میخوام بیشتر روز سیاسی روز میگید یا از نظر تاریخی؟ نه، به لحاظ تاریخی میخوام ببینم حقیقت آنچه که بر روی این کتیبه نوشته شده و روی این استوانه نوشته شده چیه؟ ببینید، در مورد تاریخ وقتی صحبت میکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که به یک شناخت مطلق عینی رسیدیم در مورد یک رویداد تاریخی یا یک سند تاریخی. حتی شما ببینید مثلا در مورد تاریخ مشروطیت که به 100 سال قبل مربوط میشه، چقدر در مورد اسنادش بحث یا در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میشه. نمیشه گفت که شناخت عینی مطلق در مورد یه رویداد تاریخی به دست میاد، برای اینکه از اون رویداد فاصله گرفته شده و ما به عنوان انسان‌های امروزی به اون رویداد در گذشته نگاه میکنیم. حالا دیگه چه برسه به تاریخ 2500 سال پیش
که فاصله چنین در واقع عظیم هست و ذهنیت امروزی ما بسیار فاصله گرفته از ذهنیت باستانی اون مردمان در اون دوره تاریخی. بنابراین این ادعا که ما به یک شناخت کامل رسیده باشیم ناممکنه، اما ما میتونیم بگیم که چه تفسیرهایی غیر ممکنه از اون دوره تاریخی بر اساس مستنداتی که به دست اومده. یعنی یک سری مستنداتی هست، یک سری نشانه هایی هست. خب پیش از این که ما به این روایت ها برسیم، اول این خودی مستندات چیه؟ یعنی این استوانه بله. چند خطه؟ چی گفته؟ ببینید متن استوانه گلی کوروش دوم که در بابل به دست اومده 45 سطر داره. خب این 45 سطر شامل خب الان ترجمه هایی که درش هست شما میتونید در ترجمه‌ای که در موزه بریتانیا هست از آخرین ترجمه است، از اروینگ فینکل هست، مراجعه بکنین ترجمه انگلیسیش، و ترجمه های به زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان هلندی. به این زبان های در واقع این کشورهایی که رشته آشورشناسی در این کشورها بسیار قویه و بسیار کار کردن، این ترجمه کمابیش همون ترجمه‌ای که در همون موزه بریتانیا هست. ترجمه فارسی چی؟ ترجمه فارسیش هم از آخرین ترجمه در واقع از شاهرخ رزمجو هست که 1-3 سالی گویا در همین موزه بریتانیا در کنار فینکل کار کرده بوده. در دوره احمدی نژاد در واقع ایشون میرن اونجا و این در ارتباط هست با فرستادن لوح کوروش به ایران برای اینکه میخواستن در نمایشگاه به مردم نشون بدن. حالا این یک داستان دیگه ای داره. به هر حال تاریخ ترجمه شاهرخ رزمجو هم هست که به نظر من تا حد خیلی زیادی همون ترجمه فینکله. البته در مورد بعضی واژه‌هاش میتونیم بحث بکنیم و به نظر من میتونه طور دیگه ترجمه بشه و البته ایشون این ترجمه رو در یک کتاب منتشر کردن در ایران و یک تفسیرهایی روش نوشتن که خب این تفسیرها بسیار بسیار جای بحث داره. یعنی به نظر من اصلا در مواردی اصلا اعتبار علمی نداره. اما به هر حال این ترجمه وقتی به فارسی شد که در واقع جنجال ترجمه جعلی آنقدر بالا گرفته بود که دیگه برای محافل علمی که ایرانی ها درش مشغول بودن غیر ممکن بود که بتونن اون ترجمه رو باز عرضه بکنن. یعنی دیگه واقعا به یک افتضاح علمی کشیده شده بود، چون 14 سطر در واقع به این متن اصلی اضافه شده بود. البته این در دوره شاه اتفاق میفته. یعنی 14 سطر به خود این استوانه در ترجمه فارسی اضافه شده بود. 14 سطر سطرهای کاملا جعلی به متن این استوانه افزوده بودند. در دوره شاه البته اتفاق میفته در سالهای 5. یعنی مترجم این کار کرده بود؟ مترجم. مترجم کی بود آخه؟ خود ما نمیدونیم. یعنی حتی در خود محافل علمی که توی الان بحث راجبش هم در انگلیس هم در آمریکا که من در جریان این بحثا بودم نمیدونن که چه کسی در ایران دست به این کار زده. اما هرچه بوده از یک دستگاه علمی و اداری در ایران اتفاق افتاده برای اینکه این ترجمه در زبان و صحبت‌های دانشگاهیان ایرانی در واقع میچرخیده. حالا اون مواردی که اضافه شده چی بوده؟ یعنی با چه قصدی این کارو کرده بودن؟ خب این در دوره شما میدونین که جشن‌های 2500 ساله و داستان رفتن شاه سابق به پاسارگاد و تمام اون سخنرانی و اینا رو میدونید دیگه. این که یک چهره بشر دوستانه و انسانی از ایران نشون بدن، چون اون دوره به هر حال کلی بحث بوده راجع به سرکوب هایی که در ایران می شده و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اون دوره اینها این به اصطلاح طرح ایدئولوژیک سیاسی را
رو اصلا مطرح میکنن در سیاست ایران، در سیاست دولتی ایران. یعنی همینجا همون موقع مطرح شد به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر، به عنوان بیانیه حقوق بشر. بله. و اشرف پهلوی هم در واقع یه ماکت، یه کپی از همین استوانه گلی به عنوان نماینده حقوق بشر از ایران میبره به سازمان ملل و بعد تقدیم میکنه و بعد داستانهاش. به نظر من این بحث رو ما بذاریم، چون اگر ما قرار باشه راجع به مسئله جعل ترجمه صحبت بکنیم، واقعا یه داستانی داره که حتی تا سال 2010 میکشه و این 2010 باز یک نمونه دیگه است، یک ترجمه جعلی دیگه در واقع رو میاد که ترجمه هست به زبان چینی روی یک استخوان فسیلی که این رو حتی بنیاد میراث فرهنگی در لندن حتی هزینه میکنه و هزینه های مالی رو میپردازه برای اینکه یک کارگاهی، یک میزگردی، یک هیئت علمی در واقع بیان اونجا در لندن و بررسی بکنن که این ترجمه به زبان چینی چیه. چون از این استوانه گلی، متن استوانه گلی در واقع هیچ کپی دیگه پیدا نشده بود، یعنی تنها این متن بود و هیچ کپی دومی از این متن پیدا نشده بود و این استوانه گلی هم در پایه‌های معبدی که مردوک بوده در واقع کار گذاشته بود، یک دیواری در بابل بوده که کار گذاشته شده بود که در واقع برای دیدن عموم نبوده، بلکه بر اساس یک باور مذهبی در واقع انجام شده بود. یعنی پس منشور نبوده؟ منشور که اصلا من نمیدونم که یعنی چی منشور. این یک گزارش از فتح بابل و سرسپردگی کوروش به خدای بابل مردوک و یک گزارشه و اینکه سرسپردگی خودش رو به خدای مردوک اعلام میکنه و پس از این شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان هست و جای نبونید رو گرفته. این یک داستان نیست، یک گزارش سیاسی، یک که کاملا جهتگیری داره و به پروپاگاند سیاسی آمیخته شده و ما نمیتونیم مثلا صحبت منشور بکنیم. منشور یعنی چی؟ منشور این چیزی که در زبان ایرانی ها افتاده و این هم به خاطر همون طرح‌ها و سیاست‌های دولتی و تبلیغاتی رژیم شاه تا ادامه یافته تا امروز. یعنی منظورم مثل کتیبه داریوش هم نیست که در انظار عمومی گذاشته شده بوده؟ نه، کتیبه داریوش روی سنگ‌های توی بیستونه و در انظار عمومی هستش. اونم البته خیلی بالا گذاشته شده. بحثه که واقعا این نوشته ها مخاطبانش کیا بودن، این خودش یه بحث چیزیه، ولی به هر حال چیزی که مشخصه، البته من ناگفته نذارم که 3 قطعه دیگه پیدا شده از این متن استوانه گلی، یه 3 تکه در واقع 3 تکه پیدا شده، 3 تکه بسیار کوچیکه، اونم تو همون موزه بریتانیا پیدا کردن، فینکل پیدا کرده و فینکل اینها رو خونده و یه قسمت هایی از این سطرها رو که افتاده، چون این متن کامل نیست، اونا رو کامل کرده فینکل، ولی این خیلی کلمات کمی هستن، یعنی هیچ چیز اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده با کامل شدن این چیز. و الان خب این صحبت هست که پس نه یک کپی دیگه هم از این متن بوده، ولی اون چیزی که مسلمه اون ترجمه چینی مشخص شده که جعلی بوده و در همین کارگاهی که در لندن برگزار شده بوده این جعلی بودنش بحث میشه. کسانی که از ایران شرکت کرده بودن اصرار داشتن که این ترجمه اصله و کتیبه کوروش انقدر گسترده در واقع راه خودش رو باز کرده بوده در جهان آن دوره که تا چین هم رفته و به زبان چینی هم ترجمه شده، ولی امروز مشخص شده که اون یک ترجمه جعلی بوده و اینو فینکل در کتابی که
خیلی وقتم نیست از انتشارش گذشته، اینها رو تمام نوشته که ما به این نتیجه رسیدیم که این جعلی بوده. یعنی اصرار بر جعل این متن تا امروز ادامه داره و از طرف دانشگاهیان ایرانی در واقع اعمال میشه و من تمام این بازی ها و تئاترها رو در واقع ریشش رو از محافل آکادمیک ایرانی میدونم. چرا؟ چرا که خب همون چیزهایی که ما الان صحبت کردیم، زمان شاه. این دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که بگن که در ایران اصلا از نظر تاریخی شاهانش، اصلا فرهنگش یک چیز ویژه‌ای بوده، خیلی بشردوستانه بوده. اگر هم فتح می‌کرده و فرمان روایی می‌کرده به خاطر رفاه مردم بوده، همیشه دادگستری در واقع برقرار کرده زیر مثلا روی کشورهایی که در واقع زیر فرمانش بودن. در مورد این کشورها دادگستری برقرار کرده، ظلمی روا نکرده و ایرانی‌ها همیشه اندیشه‌های آزادی خواهانه داشتن و اینها نمایندگانشون این دولت‌ها بودن که شاه در اون دوره خودش رو نماینده ایرانی‌ها می‌دونسته و فرهنگ ایران و اینها که یعنی بخشی از گفتمان ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه. بله بخشی از همین گفتمان هست و تا به امروز هم ادامه داره. البته من فکر میکنم این اگر ما بخوایم راجع به این مسئله جعل متن استوان گلی صحبت کنیم، واقعا خودش یک پرونده دیگه ای داره که ما میتونیم راجبش صحبت کنیم و در این صورت نمیرسیم به خود متن استوان گلی. خب به هر حال در این متن، حالا از اون بیانیه یا منشور او بشر که عبور بکنیم، ولی به هر حال در تورات هم به این واقع تاریخی اشاره شده که به اینکه کوروش فرمان داده که یهودیان آزاد بشن. اینا هست توی تورات دیگه، یعنی هرچند توی خود این کتیبه وجود نداره. نه وجود نداره. نه، در متن استوان گلی هیچ اشاره به یهودیان نشده. صحبت شده از اینکه گروه‌هایی رو از بند آزاد کرده کوروش. حالا این بندم کلی بحث داره، چون تمام این واژه‌هایی که در این کتیبه اومده قابل بحثه. چون شما نمیتونید یک سند تاریخی رو بدون مطالعه و بررسی بستر سیاسی، فرهنگی و مذهبی اون دوره بفهمید. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا سخنان خمینی رو که اون موقع میگفت من برق و مجانی میکنم، آب و مجانی میکنم، کمونیستا آزادن فلانن، اینها رو بیایم امروز نگاه کنیم بدون بستر سیاسیش، مذهبیش و فرهنگیش، بدون گذشته‌ای که خمینی داشته و بعد اعمالی که بعد از اون ازش سر زده و اینو بیایم به صورت واژه‌های انتزاعی نگاه بکنیم، بعد به این نتیجه برسیم عجب انسان آزاده‌ای بوده خمینی. خب در مورد متنی که مال 2500 سال پیش هم هست همینه. یعنی شما نمیتونید به یک متن مراجعه بکنید بدونید که وقایعی رو که در دوره کوروش اتفاق افتاده، بدونید که در بابل چه میگذشته، اصلا نبونید کی بوده، چه کار، نبونید آخرین شاه بابلی بوده که مغلوب میشه، در واقع شکست میخوره از کوروش. پادشاه کلدانی. بله؟ یا پادشاه کلدانی. پادشاه بابلی بوده. پادشاه بابل بوده. خودش البته تبار آشوری داشته ولی پادشاه بابل بوده، نبونید. آخرین پادشاه بابل بوده. و شما نمیتونید به شناختی برسید بدون که تاریخ نبونید رو بخونید، بدونید که چطوری به قدرت رسیده، چه کارهایی کرده، چه اختلافات مذهبی اونجا بوده و بعد از اون چه اتفاقاتی میفته در بابل. بنابراین اسناد کافی هست خانم ترابی؟ خیلی هست. ببینید در مورد این مقطع تاریخی، از اونجا که فرهنگ نوشتاری، فرهنگ کتابت نوشتاری در بین النهرین سابقه بسیار طولانی داره، یعنی
در واقع تاریخ بین النهرین یه تاریخ 5500 ساله است. یعنی زمانی که کوروش حمله میکنه به بابل، این ناحیه یک فرهنگ 2000 ساله حداقل داشته، تقریبا تاریخ داشته، تاریخ سومر و تاریخ اکد مستنده و در واقع مستنداتی که از این دوره‌های تاریخی به دست اومده از این قرون انقدر زیاده که حتی وقتی مقایسه میکنن امروز با قرون وسطا در اروپا، میگن این دوره تاریخی به خاطر این فرهنگ در واقع ثبت کردن، نوشتن که در این ناحیه کاملا ریشه دوونده بوده و یک عادت بوده، به خاطر اینکه همه چی رو ثبت میکردن و این گزارش ها هم روی الواح گلی نوشته می شده و الواح گلی حفظ می شده در دل خاک و الان همینطور در 20 سال اخیر شروع کردن بیشتر کشف کردن و خوندن اینها به خیلی از منابع رسیدن و تونستن مثلا فرض کنید دوره نبودین رو کاملا دقیق بازسازی بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. حالا یه گوشه‌هایش هنوز تاریکه ولی به هر حال خیلی خیلی دقیق، حتی روز دقیق حمله کوروش رو و اینکه چه اتفاق افتاده اینا رو همه بازسازی کردن به خاطر اینکه اینا تمام مستنده و در مقایسه با قرون وسطا مثلا اسناد خیلی بیشتری هست از این دوره تاریخی تا قرون وسطا در اروپا، برای اینکه فرهنگ نوشتاری نبوده اونقدر، فرهنگ ثبت کردن رویدادها نبوده در اون دوره در قرون وسطا وجود نداشته و بعدش هم روی الواح گلی نبوده که حفظ بشه. الواح گلی حفظ شده، حتی مثلا کتابخانه آشوربانیپال که مادها به آتش کشیدن در نینوا رو اصلا ویران کردن، یعنی بعد از اون نینوا در واقع محو شد از صفحه تاریخ و اون کتابخانه عظیم رو به آتش کشیدن. همون آتش کشیدن در واقع باعث شد که این الواح و استوانه ها و اینها پخته بشه و چون از گل رس بوده وقتی پخته بشه بهتر میمونه. بنابراین تو حفاری ها وقتی کشف شده حتی یک جور در واقع کنسرو شده بوده و تونستن بخونن و اینا حفظ شده. خیلی 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 پیدا کردن و همینطور دارن میخونن و همینطور به اطلاعات جدیدی دارن میرسن و همینطور دارن یا تصحیح میکنن یا کاملتر میکنن. برای روایت های مختلفی هست، چیکارش هم نمیشه کرد. یک روایت هم هست، حالا از روایت حقوق بشری که بگذاریم، رواداری رو مطرح میکنن که مطابق و اشاره میدن به همین متن استوانه و مثالش هم مسئله یهودیان هست، یعنی آزادی یهودیان. ببینید من دقیقاً میخواستم به همین برسم در واقع. ببینید ما درسته روایت ها مختلفه ولی یک سری روایت ها رو نمیتونیم بکنیم، یعنی مستندات تاریخی به ما اجازه نمیدن یه سری روایت ها رو بکنیم، از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف. چنین چیزی حقیقت نداره. شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلا صحبت از یک تضاد مذهبیه، صحبت از اینه که یک آیین دروغین بر بابل حاکم شده که نبونید به اصطلاح نماینده اونه و صحبت از اینه که این آیین کثیفه، این خوراک نظری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کارو بکنه. یعنی پیروان خدای ماه در برابر مردوک. بله، یعنی مردوک، یعنی این آیین اومده آیین مردوک رو داره چیز میکنه میزنه کنار و یه آیین جدید آورده. این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده، یعنی علیه یک آیینی که آیین خدای ماه باشه، سین یا شین، که یک آیین بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آیین رو داشتن و در شهرهای دیگه هم این آیین در واقع برتری داشته. آیین مردوک در واقع یک خاص بابل بوده، بیشتر خدای بابل بوده و این
دعوای اینها سر این آیین‌ها و خدایان البته یک دعوای سیاسی هم بوده، به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون شهر دولت بابل بوده دایه این میکرده که من از همه برترم، یعنی نمایندگانش دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده این مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده. حالا نبونید که تبار آشوری داشته، میخواسته آیین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه، زنده تر بکنه و این مثلا در بخش اول این کتیبه روشنه که آیین مردوک خوار شمرده میشه، تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره. و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره، من به اون بیشتر اعتقاد دارم. اینها توی کتیبه نبونید آمده. یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز، یعنی باسطاب یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودن و مردوک یکی از زن ستیزانه ترین آیین‌های بین النهرینه و یعنی شاید من یکی باید بگم که زن ستیزانه ترین آیینه که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده. یعنی شما میدونید که این دولت شهرهای بین النهرین خدایان مختلفی داشتن. در یک دوره‌های این خدایان در کنار هم وجود داشتند. در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدای. در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره. اونایی دیگه حق برتری ندارن. و در یک دوره هم زمینه راه برای تک خدایی باز میشه که از توش یهوه میزنه بیرون و بعد الله میزنه بیرون و بعد اهورامزدا و یهوه و یا اینها میزنن بیرون. یعنی در واقع مردوک یکی از یعنی شاید بگیم واقعا انحصار طلبانه ترین آیین در بین النهرین. خانم ترابی به هر حال شما یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کوروش تو این دعوای مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آیین مردوک بودن علیه آیین نبونید که خدای ماه باشه. خب یکیش اینه. دومش اینه که اینها اومدن همه رو آزاد کردن. اصلا چنین چیزی وجود نداره در کتیبه کوروش. اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه، چون برده در زبان اکدی یک ترم بسیار مشخصی داره. در ادبیات اکدی، در نوشته های اکدی، از اونجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده، تمام این گروه های اجتماعی ترم خاص خودشون داشتن. مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن، حتی بین شهروندان آزاد آنهایی که تهیدست بودن تا اونهایی که بسیار یک رفاه بیشتری داشتن، اینها نامهایی برای خودشون داشتن و بردگان هم نامهای مشخصی داشتن. در این روی سخن اصلا با برده ها نیست، روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن، اصلا بردگان شیء به حساب می آمدن و اصلا صدایی نداشتن در این نوشته ها که بخواین بگیم که برده ها رو آزاد کردن. و بعد تازه میگه که حتی در همین متن میگه که آنها را که سرنوشت بر آنان این یوغ را مقدر نکرده بود، یعنی تفاوت میذاره. یعنی عده‌ای هستن که سرنوشت گفته که اینها باید این یوغ داشته باشن و کسانی هستن که ندارن. میگه ما نبودیم یا عده‌ای نبودند، این سرنوشت بر آنها مقدر نشده بود و این دقیقاً منطبق
با جامعه کاستی بابل که یک عده‌ای بر اساس امتیازهایی که از خدایان گرفته بودند، اینها شهروندان آزاد بودند، یه عده‌ای پایین‌تر بودند و یه عده‌ای اصلاً شهروند آزاد به حساب نمی آمدن. خانم ترابی، به هر حال شما به روایت‌های گوناگون متضاد اشاره کردین و بعضیا هم گفتید که اساساً از حقیقت خیلی بدورن. این روایتی که شما دارید، یعنی بازخوانی که شما دارید میکنید، چطور میتونیم ما به این اعتماد بکنیم؟ یا شما اعتماد دیگران رو برانگیزید؟ این بازخوانی اولا بازخوانی من نیست. من دارم از آخرین پژوهش‌هایی که در معتبرترین مراکز آشورشناسی و تاریخ بین النهرین هست و آغاز تاریخ ایران هست، دارم از اون منابع گزارش میکنم. در واقع یعنی اون منابع کیاین؟ کجا؟ آنهایی که الان تدریس میشن و مطرح هستن و بر آخرین داده ها تکیه میکنن. کسانی هستن مثل ویزنهوفر، یک ایرانشناس و آشورشناس آلمانیه، یعنی اون دوره تاریخی رو داره بررسی میکنه. بعد متیو استالپر در شیکاگو، بعد پیتر شاودیش هست در دانشگاه هایدلبرگ آلمان، وندر سپک هست در آشورشناس در دانشگاه آمستردام هست و چندین نفر دیگه که من اگر اسمش رو بخوام بگم شاید، ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن و حتی فینکل که در موزه بریتانیا نشسته چنین ادعایی نداره، اگرچه مسکوت گذاشته اینا رو، دربارش حرف نمیزنه، ولی چنین ادعایی نداره. اصلا اینها اصلا مطرح نیست. شما اینها رو اگه بیایید در محافل آکادمیک غربی مطرح بکنین به شما میخندن، مسخرتون میکنن، اصلا جای طرح شدن نداره. و این تئاتر و نمایشی که از این متن ایرانیان درست کردن مایه فضاحت و بی‌آبرویی علمیه در واقع. خب اینا شاید ایرانی‌ها یه جور دیگه نگاه میکنن، بیشتر از این که واقعی نگاه کنن به شکل اسطوره‌ای نگاه میکنن. شما خودتون اگه بخواید تاریخ نگاه کنید این اسطوره است یا واقعیته؟ نه، این واقعیت بوده. متن فتح بابل یک واقعیت، کوروش یک واقعیت. حالا ایرانی‌ها دارن به این اسطوره‌ای نگاه میکنن. بله، خب ایرانی‌ها دوست دارن اسطوره‌ای بکنن همه چیز. البته همه ایرانی‌ها هم نباید بله درسته. نه، من منظورم اون گفتمانه که میخواد برای امروز یک بهره‌ای بگیره از این در جهت ایدئولوژی یا سیاست‌های معینی. به هر حال ما با نگاه امروزی داریم نگاه میکنیم به این استوانه و هر شی و نوشته باستانی که نگاه کنیم با نگاه امروزی هست دیگه. درسته. ولی من باز دوست دارم تاکید بکنم، یعنی لازم میدونم تاکید کنم که به هیچ وجه نمیتونیم به یه سری تفسیرها برسیم. یعنی یه سری تفسیرها 100% رد شده است. از جمله این که مثلا کوروش در آخر متنش آمده که فلان دیوار رو ساخته یا فلان نیایشگاه رو مرمت و فلان بازسازی کرده. مثلا این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه ثابت شده که این دیوارها و این نیایشگاه‌ها در دوره نبونید ساخته شده، بازسازی شده، مرمت شده. این ثابت شده است. پس بنابراین دیگه نمیتونیم این رو ادعا بکنیم. یعنی راه بر یه سری تفسیرهای بسته شده. یک سری چیزهای هنوز ناروشنه و شاید همینطور ناروشن هم بمونه، ولی یه سری چیزهای کاملا رد شده است، از جمله که برده آزاد نشده. چرا؟ به خاطر اینکه حتی یهودیانی که در تبعید در دوره بابل بودن خودشون برده داشتن و با برده هاشون در دوره صحبت هست در دوره خشایار و داریوش اول که میخوان به اورشلیم برگردن با برده هاشون برمیگردن و اینها خانواده اشراف و به اصطلاح بستگان سلطنتی و درباری پادشاهی یهودا بودن. اینا خودشون به عنوان یک کلونی در بابل زندگی میکردن با برده هاشون. بله خانم طالبی، حالا برده داری لغو شده. اگر که
اگر که یهودی‌ها با برده‌هاشون برگشتن سر جاشون تا چطوری برده داره لغو شده؟ اصلا یه چیزایی اصلا مسخره است. بفرمایید شما. خواهش میکنم. ما یه 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. چون به هر حال ببینید یه عده‌ای گفتم یکم اسطوره‌ای نگاه میکنن به این مسئله. حالا بعضی معتقدن که حالا واقعا هر چیزی که بوده بهتره که آدمایی که میخوان یک سمبولی داشته باشن یه سمبل رواداری باشه تا یه سمبل سرکوبگر. برای همین خاطر بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره. حالا مثلا این کوروش رو به عنوان سمبل اون جغرافیا در نظر میگیرن. بهتره که اینجوری باشه تا سرکوبگرانه باشه. خب آخه کوروش خودش یه سرکوبگر بوده، چرا باید به مردم دروغ گفت؟ چرا باید شستشوی مغزی داد؟ مردم رو باید روشن بشن، باید روشنگری بشه در این مورد، در مورد تاریخ ایران. کوروش تا رسیدن به بابل چندین تمدن رو نابود کرده، محو کرده از صحنه تاریخ. به اورارتو حمله میکنه، اورارتو رو غارت میکنه، ایلام رو تسخیر میکنه و ایلام اصلا با کوروش است که از صحنه تاریخ محو میشه. بعد به اکباتان پایتخت ماتا حمله میکنه و غارت میکنه و میکشه و بعد قبل از بابل به آپیس شهری که نزدیک بابل بوده حمله میکنه و کشتار و قتل عام انجام میده و غارت میکنه. ما چرا باید به مردم دروغ بگیم؟ چرا یک ذهنیت جعلی باید ساخته بشه برای مردم؟ مردم باید تاریخ خودشونو بشناسن، بدونن چه اتفاقاتی در این سرزمین چه اتفاقاتی بوده و روشن بشن و با یک نگاه باز به امروزشون نگاه بکنن و دلایل رو درک بکنن که چرا این اتفاقات افتاده. یک چیز نمیدونم چرا باید ایرانیان به اسطوره در واقع آویزون بشن برای اینکه مشکلات امروزی خودشون رو حل کنن. اینو من نمیتونم درک کنم. بله، یک نکاتی هم درباره کوروشنامه گزنفون گفته میشه که در کتابخانه توماس جفرسون در آمریکا هست و گفتن که این الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بوده. بله. شما شنیدین اینو؟ درسته؟ گزنفون، خب این تاریخ نویسان یونانی، هرودوت، گزنفون، اینا همه کسانی بودن که بعد از کوروش اومدن، اصلا معاصر کوروش نبودن که بخوان به اصطلاح یک گزارش دقیق و تاریخی از اون دوره بدن و اصلا گزارش نویسی یونانی یک گزارش نویسی آلوده به تخیل و داستان سرایی و اغراق و اینها هست و اصلا حتی در موارد دیگه هم اگر از اینا نقل میشه بررسی تطبیقی میشه. ولی ایرانی‌ها دشمنانشون بودن دیگه. بله؟ ایرانی‌ها دشمنانشون بودن. دشمنان یونانی‌ها. همیشه نه. همیشه هم دشمنان یونانی یک سری ائتلاف‌هایی داشتن، یک گاهی در یک مقاطع یک سری نزدیکی‌هایی هم داشتن. ولی گزنفون خیلی چیزای دیگه هم گفته، یا هرودوت حتی چیزای منفی هم گفته. ایرانی‌ها به چیزای منفیشو نمیگن، فقط چیزای مثبتشو میگن. چیزی که مسلمه اینه که گفته‌های هرودوت، گزنفون، بروسوس، یه تاریخ‌نگار دیگه یا به چیز، اینها همه بررسی تطبیقی باستانشناختی با تمام اسناد دیگه‌ای که به دست اومده از دوره اکدیان و بابلیان اینها میشه و بعد بررسی میکنن ببینن کدومش میخوره، کدومش نمیخوره، کدومش درسته، کدومش غلطه، کدومش هنوز ناروشنه. هیچ کدوم از این گزارش ها رو همینجور بدون بررسی کسی نمیپذیره امروز در محافل آکادمیک. و آن چیزی هم که گزنفون گفته، اصلا گزنفون چه منبعی داشته؟ تاریخ نویسی اون دوره در مورد کوروش چه منبعی داشته به غیر از داستان سرایی؟ اینها نمیتونه هرچی که گزنفون گفته. حالا توماس جفرسون مثلا چه کرده دیگه، من اون راجع به اون نمیتونم. حالا تو خانم ترابی در پایان برای این بحث‌ها صورت گرفته، جریان داره، کلا شما در پایان اگر نکته‌ای دارید که چرا اساسا این بحث‌ها امروزه راه میفته و هر کسی چه
بهره‌ای میخواد از این بحث‌ها بگیره، یا نکته دیگه در پایان اگر توی 2 دقیقه بگید ما گفتگو رو پایان ببریم. مسئله رو یک مسئله سیاسی میبینم، یک پروپاگاند سیاسی میبینم که از سوی دولت‌های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی، بخشی از این دولت جمهوری اسلامی داره به پیش برده، یعنی به پیش برده و برده میشه، ادامه داره و این در ارتباط با مسئله ملیت‌ها در ایران هم هست. باید به این توجه بکنیم که الان جنبش‌های رفع تبعیض ملی در ایران در واقع شکل گرفته و الان سعی میکنن با بالا آوردن این تاریخ جعلی در واقع نشون بدن که نه همه اینها در واقع دست نشانده بودن یا همه اینها این سیستم رو قبول داشتن و باید تمکین بکنن یا باید بپذیرن، یا حتی در میان جریان‌های چپ هستن که میخوان مدل امپراتوری کوروش رو برای امروز ایران مثلا پیاده بکنن یا بگن که بله ایرانیان همیشه تحت یک فرماندهی بودن، این ملیت هم همیشه تحت یک فرماندهی بودن و این فرماندهی هم فرماندهی ایرانی بوده و همه در صلح و صفا زندگی میکردن، هیچ تضادی با هم نداشتن، همه اینا دوست داشتن که مثلا کوروش بیاد امپراتورشون باشه. اصلا خودشون گفتن تو بلند شو بیا ما رو شکست بده و ما رو غارت بکن و بر ما حکم بکن و اینها، و پس بنابراین ما هیچ مشکلی با هم نداریم. البته من خیلی دارم این مسئله رو بولگاریزه میکنم به زبانی که هست دارم میگم، با زبان طنز در میاد، ولی به هر حال من یک انگیزه سیاسی و سرکوبگرانه درش میبینم، ناسیونالیستی، که حتی داره به تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. یعنی فاشیسم مثلا شاخ و دم که نداره، تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده و چنان که دیدیم این گرد همایی که در پاسارگاد اتفاق افتاد، شعارهایی که علیه عرب ها دادن، اینها کاملا سمتگیری نژاد پرستانه داره و حالا ترکیب بسیار متنوعی اونجا بود. این شعارها هم شعارهای جوری نبود همه که اونجا بودن چنین شعارهایی بدن، یه گروهی در درون اون جمعیت این شعارها رو دادن. خب ما حالا سرشماری نکردیم که از اون چند هزار نفری که اونجا جمع شدن چند نفر با این شعارها موافق بودن، چند نفر مخالف بودن، ولی این شعارها داده شد. بله. و بعدش هم پای یک امامزاده‌ای رفتن، امامزاده پاسارگاد، امامزاده کوروش کبیر، رفتن اونجا نماز گذاشتن و از زبان یک عرب هم اومد گفت که اصلا کوروش پدر منه و اینها، به عربی گفت کوروش پدر منه و اینا تمام نشانه های خیلی نگران کننده به نظر من. یعنی به هر حال این چنین جنبشی تو آذربایجان شکل نگرفته. یعنی شما نمی‌بینی که آذربایجانی‌ها بلندشن چنین جنبشی را بندازن. در حتی کردستان را شکل نگرفته، در جنوب ایران شکل نگرفته. اینها به نظر من مربوط میشه به فارسی زبان‌ها در ایران. مرسی، ممنون از شما خانم هایده ترابی برای حضورتون در این گفتگو. تا گفتگوی دیگر. خیلی ممنونم و تشکر میکنم که همچین فرصتی در واقع در اختیار من گذاشتین، ولی میدونم که خیلی خیلی نکته‌ها ناگفته باقی مونده و واقعا این مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد سیاسی، تاریخی، جنسیتی، مذهبی، که نمیشه در نیم ساعت همه اینها رو گفت. ولی ممنونم از حالا بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کردیم، توی 40 دقیقه صحبت کردیم. خیلی ممنون به هر حال از پذیرشتون برای حضور در این گفتگو. خواهش میکنم. اوقات خوشی داشته. همچنین.